گلنوره حسن‌زاده وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اولیه تاجیکستان روز 6 آگوست سال 2024 در نشست خبریش گفت در نیمه اول سال جاری مقامات روسیه بیش از 17,000 شهروند تاجیکستان را اخراج یا دپورتاسیون کردند. گلنوره حسن‌زاده در این باره گفت با در نظر داشت حادثه‌های اخیر سنجش و ریدها در سرحد و داخل روسیه به طور باشدت و دائمی راه‌اندازی شده، با سبب‌های گوناگون قانون ویرانکنی‌های قبلا صادر شده، رعایت نشدن قانونگذاری مهاجرت، ندانستن زبان، آداب جمعیتی از قلمرو روسیه شهروندان تاجیکستان بازپس گردانیده شده ایستادند. طبق معلومات جانب روسیه تنها در 6 ماه اول سال روان اخراج زیاده از 17,000 به قید گرفته شده است که این 3% از 730,000 مهاجر تاجیک که در روسیه قرار دارند تشکیل می‌دهد. اما در حالی که وزیر تاجیک اخراج مهاجران تاجیک را اساساً به قانون‌های مهاجرت را ویران کردن یا زبان روسی را ندانستن و آداب معاشرت را ویران کردن آنها بستگی میداد، حامیان حقوق میگویند در پی به دست داشتن در حمله تروریستی خونین ماه مارس در کراکو سیتی هال و عیبدار شدن زادگان تاجیکستان، مناسبت مقامات روسیه نسبت به تاجیک‌ها کلاً تغییر یافته، خردگیری آنها نسبت به زادگان تاجیکستان بیشتر و آشکارتر شده است. صدها مهاجر تاجیک از روسیه اخراج شده، از جمله آنهایی که از خط مرز آن کشور پس فرستاده شدند شکایت میکنند که آنها را با بهانه‌های خیلی نوچیز و گاه بی اساس به روسیه راه نمیدهند. گلنوره حسن‌زاده در نشست خبریش گفت در 6 ماه اول سال 2024 از تاجیکستان نزدیک 393,000 مهاجر کاری به خارج برای کار رفتند که نظر به همین دوره سال قبل 16% کمتر است. از این شمار قریب 387,000 یعنی بیش از 98% مهاجران کاری به جستجوی کار به روسیه رفتند. در این زمان 324,000 مهاجر کاری از خارج و باز هم اساساً از روسیه به وطن برگشتند که این نظر به یک سال پیش 3% بیشتر بوده است. این آمار مقامات تاجیکستان با آمار جانب روسیه راست نمی آید. نیروهای مرزبانی فسب روسیه اخیراً گزارش دادند که در نیمه اول سال جاری 977,000 شهروندان تاجیکستان مرز روسیه را عبور کردند که این نظر به همین دوره سال قبلی 8% کمتر است. خود گلنوره حسن‌زاده با تکیه به آمار جانب روسیه خبر داد که در نیمه اول سال جاری 672,000 شهروندان تاجیکستان در نهادهای مهاجرتی آن کشور ثبت نام شده، 379,000 پتنت به نام شهروندان تاجیکستان داده شده است و جمع پتنت های عمل کننده مهاجران تاجیک در روسیه به 644,000 رسیده است. جانب روسیه همچنین درباره امضا شدن 730,000 قرارداد کاری با شهروندان تاجیکستان آمار داده است، ولی خانم حسن‌زاده گفت یک قسم این قراردادها از سال گذشته می باشند. به نام حساب‌ها بیش از 1 میلیون از زادگان تاجیکستان شهروندی روسیه را به دست آورده، بر علاوه حدود 1 میلیون نفر دیگر از اهالی قابل کار این کشور هر سال برای تامین روزگار عائله‌های خود به روسیه به مردکاری می‌روند. پول‌هایی که مهاجران از روسیه می‌فرستند سالانه تا چند میلیارد دلار را تشکیل داده، هموزن بودجه دولت تاجیکستان است و یک منبع اساسی تامین زندگی اکثر خانواده‌ها و هم یک چرخه اساسی گرداننده عرابه اقتصاد در این فقیرترین کشور سابق اتحاد شوروی دانسته می شود.